شلا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 ل
torneto così. بچه عزیز دست هورا بچه ها امروز هم مثل همیشه یه قصه خوشگل براتون داریم. الان خاله گلاب میاد براتون اجرا میکنه. پس یه نادر جون خاله سلام. سلام خاله. خوبی خاله؟ خاله. خب نادر جون از این نمایش چی یاد گرفتی خاله؟ خاله یاد گرفتیم که کسی رو نپیچونیم بریم یه جای دیگه. نه خاله بچه یه هورا واسه نادر. نه خاله گوش بده دقت کن. نمایش چه پیامی برا تو داشت خاله؟ اما اون چیز بود ما یاد گرفتیم بزرگ شدیم یه دونه بانک بخریم بعد وام بدیم به همه برن خونه بخرن بعد درصد این سوداشو انقدر زیاد کنیم نتونم بدم. به وقتش که نباشی بود و نبودت فرق نمیکنه. این روستای نزدیک تهران به یک جاذبه گردشگری برای مردم در تعطیلات تبدیل شده است.